مهماندار هستیم با جناب استاد خیرالله خیرخواه عالم‌دین. صحبت‌هایی می داشته باشیم در مورد موثریت فرد از دیدگاه اسلام در جامعه که چقدر تاثیرگذار است. یک فرد چقدر میتونه تحول را ایجاد بکنه در زندگی بشری. استاد سلام، خسته نباشین، صبحتون بخیر. سلامت باشین، ممنون از اینکه ما را پذیرفتین. بخیر باشین. تشکر زیاد است. سلامت باشین. استاد، یک فرد باید تاثیرگذار باشه. ای که تاثیر منفی میگذاره و یا مثبت، ای به دست خودش است و کارشیوه و بعضی از برنامه‌هایی که داره در زندگی خود، و ای که تاثیرگذار باشه و شیوه مثبتش که بتونه یک دگرگونی مثبت را ایجاد بکنه و موثر تمام شود، خیلی خوبتر خواهد بود. در رابطه به موثریت اگر از دید شما بشنویم خیلی خوبتر خواهد شد. بعد روی حاشیه میریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تبارک و تعالی فی القرآن المجید: ضرب الله مثل الرجلین احدهما ابکم لا یقدر علی شیء. الآیه. صدق الله العظیم. نخست از همه سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه کارمندان و کارکنان شبکه ملی و سلام و درود ویژه خدمت همه بینندگان عزیز و بزرگواری که دارن از دریچه این شبکه موضوع ما را بیننده هستند. پس موضوع امروزی ما و شما هست مؤثریت. یک انسان در چه حد در جامعه، در محیط، در منطقه‌ای که زندگی میکنه مؤثر واقع شود. یک موضوع خیلی مهم و مفید، موضوعی که واقعا در عصر کنونی یا در عصر حاضر قابل ملاحظه بود. به این اساس من این موضوع را انتخاب کردم تا اینکه به بینندگان عزیز به سمعشون برسم. خیلی خوب استاد. بله. خیلی خوب استاد، در نخست اگر موثریت را معنایش بدانیم که از کدام بودها ما میتونیم یک فرد موثر تمام شویم در جامعه. آنچه که از کتاب‌های لغت با جستجو و تحقیق ما به دست آوردم معنای مؤثریت معانی زیاده کردن علما، خاصتا علمای اهل لغت میفرمایند که مؤثر به معنای فعال، یعنی مؤثر به این معنا که یک انسان در محیط منطقه‌ای که زندگی میکنه باید یک انسان فعال باشه، یک انسان بسیار پر انرژی باشه، یک انسانی باشه که باید از اقداماتی از او، از حرکاتی از او جامعه متاثر شود، افراد جامعه متاثر شود و در محیط منطقه خیر نفع انسان برسه. و یا هم معنا کردن بعضی کتاب‌های لغت دیگر میگن با کفایت، یعنی مؤثریت معنا با کفایت بودن، به این معنا که یک انسان باید در زندگی مسئولیت‌های خود بدانه، یک انسانی با کفایت باشه، یعنی بتونه در محیط منطقه و جامعه و در خانواده و سیستم خانوادگی خود باید یه نقشی به سزا و مؤثریتی داشته باشه. و یا هم مؤثریت معنا کردن به معنای نتیجه بخش، به این معنا که یعنی یک انسان در محیط منطقه‌ای که زندگی میکنه، زندگی از او برای اون محیط منطقه و او افراد باید نتیجه بخش باشه. به این معنا که اقداماتی را باید به کار بندازه، اقداماتی را روی کار بگیره که یعنی از او مردم و محیط منطقه، جامعه، کشور و نظامش باید یک نتیجه مطلوبی را به دست بیارن. در کل گفته می توانیم که معنای مؤثریت به این معناست که یعنی یک انسان باید با تمام انرژی، توان و قدرتی که در اختیار داره و پروردگارش برش داده باید در محیط منطقه باید تلاش بکنه، کار بکنه برای تحول، دگرگونی، تغییر جامعه و محیط و منطقه و زندگی خانوادگیش. این معنای مؤثریت است. خیلی خوب استاد، در کل ما از دیدگاه اسلام رسالت‌هایی داریم که اسلام عزیز بر ما رسالت تعیین کرده، مسئولیت تعیین کرده در زندگی خود و تمام انسان ها داره. در کل کدام مسئولیت‌ها بیشتر تاکید شده رویش از دیدگاه اسلام که باید انجام بدیم و کدام مسئولیت‌ها در کل به یک فرد برمیگرده که وقتی در یک جامعه زندگی میکنه؟ خوب، از دیدگاه اسلام عزیز همیشه ما میخوانیم که اسلام عزیزی ما یک دین کامل است، یک دین جامع است، یک دینی است که همه ابعاد زندگی بشریت در بر گرفته و یکی از بخش‌هایی که اسلام عزیز خیلی زیاد سرش تاکید کرده و تاکید داره اون مسئله مسیریت است، مسئله مثبت اندیشی و مثبت نگری است. مسئله است که انسان باید
در محیط منطقه‌ای که زندگی میکنه باید مؤثر واقع شود. نه تنها اینکه خودش مؤثر، باید محیط منطقهش مملو از یعنی مؤثریت باید بکنه. به این اساس اسلام عزیز خیلی فرمایشات، خیلی دستورات، خیلی راهنمایی های زیبا و قشنگ نسبت به مؤثریت داره. ما و شما اگر با قرآن کریم رجوع بکنیم، در قرآن کریم یکی از قوانین پروردگار است، یکی از هدایاتش که الله تبارک و تعالی به بشریت یا به بندگانش میگه ضرب الله مثلا الرجلین. در این آیت قرآن کریم پروردگار عالمیان از دی انسان مثال زده، از دی انسان، یکی انسانی که معصیر است و یکی انسانی که غافل است، تنبل است، هیچ گونه حرکت اقدام از خود نشان نمیده. درست است؟ او کسی که از خود معصیریت نشان میده، الله تبارک و تعالی در این فرموده خودش او انسان خطاب کرده که با عدالت، با یعنی مساوات، با برابری، با چنین انسان تشبیه داده. یعنی یک انسان معصیر کسی است که واقعا در محیط منطقهش عدالت برقرار میسازه، عدالت در نظر میگیره و دیگران را به طرف عدالت نگری و مثبت اندیشی سوق میده. اما در این آیت در بخش دیگرش انسانی که معصیر نیست، غافل است، تنبل است، هیچ گونه حرکت اقدامی از خود ندارد، این انسان الله تبارک و تعالی در این آیت با کور، گنگ، کر و به کسی که اصلا هیچ چیزی گفته نمیتونه به او تشبیه داده گیسته. و همچنان اگر ما به قرآن کریم رجوع بکنیم، یک سوره از قرآن کریم به نام سوره کهف. سوره کهف سوره‌ای که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی زیاد تاکید کردن برای امتشان که این سوره را بخونه. خیلی فواید گسترده‌ای داره، ولی ما از فواید از این میگذریم میریم اما نکتهش میگیریم که یعنی به موضوع ما خیلی ربط داره. قبل از یک نکته ما باید یادآور شم. جالب اینجاست که مردم افغانستانی ما داستان‌های قرآن کریم و قصه هایی که در قرآن کریم ذکر شدن اینها را به شکل یک قصه، به شکل یک ساعت تیری اینا میشنون یا بیان میکنن، در حالی که نه. هر یکی از قصه هایی که در قرآن کریم آمده واقعا اندرزه ها و پنده ها و نصیحت های خیلی بزرگه برای دولت ها، برای دولت مردان، برای جامعه، برای کشور، برای فرد، برای خانواده داره. از اون جمله سوره کهف خیلی پیام های بزرگی داره و یکی از پیام های بزرگی که سوره کهف برای تمام بشریت داره مسئله معصیت است. در سوره کهف داستانی چند تا از افراد ذکر است. از اون جمله داستان اصحاب کهف است که ما و شما همه خواندیم. ما خب به شکل قصه میخوانیم، ولی داستان اصحاب کهف داستان تقریبا 7 تا جوان، این یک نوع از معصیت است. این داستان به ما بیان کرده پروردگار تا به که ما بیاموزیم که اون 7 جوان از خود یک معصیت نشان دادن. بعد از 300 سال جامعه کفری و بتپرستی را مبدل به چی ساختن؟ به جامعه اسلامی، به جامعه انسانی، به جامعه که واقعا میشه در او زندگی کرد. و همچنان داستان در این صورت داستان موسی هست. موسی علیه السلام و استادش، داستان یک استاد شاگرد ذکر است. یعنی داستانی که همش سر تا پا برای ما درس معصیت میده. موسی علیه السلام وقتی که در جای میرسه با شاگرد خود، همون توشه خود از پیششان گم میشه و گم میکنن. پس اونجا وقتی که در هدف میرسن، وقتی توشه رو میخوام میگن نیست، پس موسی علیه السلام میگن ما باید سفر بکنیم حتی یمضی حقبا. موسی علیه السلام میگه ما تا حد سفر میکنیم که یا به هدف میرسیم یا سالهای طولانی را ما طی میکنیم. به این معناست که یعنی موسی علیه السلام این نوع تلاش و سعی و کوششی که کرده یک نوع درسی معصیت به ما داده. در سوره نمل که قبلا در برنامه قبلی یادآور شدیم، در سوره نمل الله تبارک و تعالی پیام‌های زیادی از معصیت برای ما داره، ولی یکی از پیام‌های معصیتی که در این سوره داره داستان یک حیوان خرد برای ما به بحث گرفته. داستان مورچه ما شما نامش شنیدیم نی؟ وقتی زمانی که سلیمان علیه السلام با یک لشکر انبوه و عظیم یعنی راهی سفر میشه، یعنی مورچه ها سلیمان علیه السلام میبینن که آمده اینجا، این مورچه خرد میتونست خدا بکشه نجات بده، در قصه افرادش نشه، ولی اعلان میکنه که الا شما در خانه های خود، در مسکن های خود جای بگیرین که موسی آمده، لا یحتمنکم، تا اینکه شما را زیر پای نکنن، لگد مالتان نکنن. یعنی ببین این جمع برای افرادش، برای بالاخره ملت خودش این مورچه نجات میبخشه و حیات میبخشه. اینم درس معصیتی است که
اسلام عزیز برای ما و شما چیز کرده؟ ارزانی کرده. خیلی خوب جناب استاد، یک مقوله از میان افراد که همیشه گفته میشه که با یک گل بهار نمیشه، یعنی تا چه حد تایید میکنین و تا چه حد رد میکنن تحلیل شما از این موضوع چی است؟ یعنی یک فرد میتونه تاثیرگذار باشه روی یک جامعه عظیم؟ دقیقاً برای بینندگان و شنوندگان خود باید بگویم این حرفا رو ما بسیار با صداقت و با اخلاص میگویم. هر کسی که به این نظریه و به این فکر است که نه با یک فرد چیزی نمیشه، به نظری ما و از دیدگاه ما در اشتباه هست. به خاطر از اینکه ما ویدیویی را دیدم، ویدیوی بیت الله شریفه، همین صحنه‌ای که حجاج رفتن و او حلقه هایی که از صفحه های نماز در اونجا برگزار شدنی، فکر میکنی که یک حلقه عقیق است، یک حلقه دانه های قیمتی است که در اینجا برگزار شده. ولی ما به بینندگان خود و به او کسایی که به این نظریه هستند که یک فرد هیچ کاره نیست، هیچ کاری کرده نمیتونه، به اونا میگم که مگم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فردی تنها نبود؟ فردی واحد نبود؟ آیا اون یک شخص از بطن و متن جامعه که مملو از فساد و کفر و شرک و بی ارادگی و بی هدفی و بی مثبتی بود، آیا شروع نکرد؟ آیا دنیا را متحول نساخت؟ آیا امروز اون شخص بیشتر از 2 میلیارد انسان یعنی کلمه گوی تولید نکرده و به دنیا تقدیم نکرده؟ بله، این حرف به نظر من اشتباه است. ما اگر کار بکنیم، این کتابی را من خواندم میگه کشور آمریکا خیلی تلاش کرده سالهای متمادی تابعی که امی کارخانه های سیگریت، کارخانه های شراب یا بعضی چیزهای مزیری که در او سرزمین به ملت او سرزمین ضرر وارد میکنه اونا را از بین برن. نتونست. میگه 1.5 جوان مسلمانی ما، البته ببین متاسفانه باید ما بگوییم که در افغانستان تعداد جوانای ما هیچ اراده‌ای ندارن، از خود هیچ مؤثریتی نشان نمیدن. اگر ما بلند شویم، فرد 2 شوه، 2 3 شوه، 3 بیشتر شوه، دست به کار شویم، انشالله همه مشکلات من حل میشه. این 1.5 جوان در نیویورک امریکا بلند میشن، دست به اقدام میزنن، از آموزهای دین استفاده میکنن، از پاشترها، از نشریات، از بالاخره سخنهای مطبوعاتی، اینا تلاش میکنن و بالاخره در ظرف یک ماه میتونن که تقریبا 30 تا از کارخانه سیگریت این چیزها را منع بکنن و اینا را از بین ببرن. برای مردم انگیزه دادن، اندیشه دادن. یکی از اندیشه هایی که به اون مردم دادن این بود که گفتن بیخی باید سیگریت زدن اولش منع شود، اگر نه باید جاهای مخصوصی ساخته شود برای سیگریت زدن. مثلا گفتن اگر کسی در دفتر میخواد سیگریت بزنه اجازه نداره، باید برو در تشناب سیگریت بزنه. ببین یک نوع شکل تحقیرآمیز برش میده که بله اینمی عمل زشت است، انجام نده، با خودت ضرر داره، با انسانای اطراف ضرر داره. تقریبا بعضی علما میگن که 20 تا مرض سرطانی را همین سیگریت داره. و بعضی کسایی که در بیرون میخواستن سیگریت بزنن، یک خانه های شیشه‌ای خاصی در اطراف سرک برشان ساخته بودن که هر کسی میخواست سیگریت بزنه اونجا باید بره بزنه. ببین با این اقدامی مؤثرآمیزشان اینها اقدام کردن، حرکت کردن، تانستن که این عمل بزرگی را انجام بدن و مورد تقدیری بالاخره و حمایت حکومت اون سرزمین قرار بگیرن. پس یعنی اقدام یک فردی که مخلصانه باشه، صادقانه باشه، خیلی مؤثر است و خیلی کارآمد باشه. خیلی خوب. اسلام عزیز چه جایگاهی برای یک فرد مؤثر در کل جایگاه و اهمیت برشان میته و تعیین کرده و همچنان برای موثریت چقدر اهمیت میته، چقدر ارزش قائل است اسلام عزیز؟ اسلام عزیز برای موثریت خیلی اهمیت قائل شده، به حدی که حد اندازه نداره. ما ببینیم در اسلام وقتی که مراجعه میکنیم تاریخ بشریت، نکته به نکته انسانهایی که مؤثر هستند، چی در قرآن، چی در احادیث رسول الله و چی در تاریخ بشریت، یعنی نامهایشان درج شده، از اونها به خوبی یاد میشه. ببین در قرآن کریم الله تبارک و تعالی داستانهای انسانهای مؤثر ذکر کرده که ما درس بگیریم. پس در جوامع امروزی، چی جامعه کفری است و چی جامعه اسلامی است، هر کسی که مؤثر بوده و از خود
یعنی اقدام مأثریت نشان داده، تاریخ بشریت هم او را درس کرده. از این معلوم میشه که واقعا یعنی انسان یعنی مأثریت از دیدگاه اسلام خیلی ارزش جایگاه بالا داره. مثلا اگر من دقیق یک چند مثال اگر بزنم از تاریخ اسلامی خودمان، از انسان‌های مأثر، خیلی خوب. من می‌خواستم امیر بپرسم که نمونه‌های از افراد قدرتمندی که بوده، شایسته که بوده تاریخ اسلامی ما ببین، خلاصه یادآور میشیم برای بینندگان عزیز خود. مثلا در غزوه خندق در زندگی یا سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم، غزوه خندق است. 10,000 نیرو مشرکین میان مدینه منوره را محاصره میکنن که محاصره میکنن، هیچ راهی برای صحابه نمیمونه. 3,000 نیرو از مسلمان هاست، سردی هوا هست، تشنگی هست، فقر است، در محاصره قرار دارن، پس هیچ چیزی برای خوردن یافت نمیکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه و بزرگای صحابه را جمع میکرد که مشوره بتین ما چی بکنیم. یکی از این صحابه به نام سلمان فارس رضی الله تعالی عنه هست که افتخار امت ما تقریبا از کل امت مسلم است و خاصتا از مردم افغانستان، ایران و این سرزمین ها. سلمان فارس رضی الله تعالی عنه بلند میشه، یک مشوره مأثرآمیز برش میده، میگه یا رسول الله ما باید خندق حفر بکنیم در اطراف مدینه. ببین این نمونه از انسان های مؤثر است. آمد یک مؤثری از خود نشان داد، یک حرفی را زد، یک مشوره را داد که واقعا مؤثر تمام شد. دشمن نتونست که دیگه از اون طریق بالای مسلمان ها مثلا چیز بکنم، هجوم ببره. یا صحابه دیگر از در غزوه بدر پیامبر صلی الله علیه و سلم مشوره میده که سربازا در فلان جا باید مستقر شوند. این صحابه میگه یا رسول الله آیا این امر خداوند است یعنی کاری است از نزد خودت؟ پیامبر خدا میگه از نزد خودم است. نمیگه نه، اگر از نزد خودت است اجازه باشه که یک مشوره بهتون برد. میگه بله. میگه اگر سربازای ما در کنارهای آب، در نزدیکای آب جای به جای شوند، در جاهایی که سنگلاخه و بالاخره ریگزار است اونجا جای به جای شوند، این به نفع ما بهتر است. رسول الله صلی الله علیه و حرفش میپذیره و این انسانی مؤثر است که در تاریخ ثبت شده. یا به طور مثال اسماء بنت زید ببینیم مشهور و معروف است، خیلی یک عمل مؤثری از خود نشان میده. میاد به پیامبر صلی الله علیه و سلم پیشنهاد میده، میگه یا رسول الله اگر قسم میشود که تو همه روزه به مردها جلسات و محفلای درسی داری، اگر قسم میشد که یک روز برای زنها انتخاب بکنی. ببین حالا این به ما رسیده ولی ما سرش غور نمیکنیم که این چقدر مؤثر بوده در او زمان تا حال تا قیامت. اگر ما طبقه ناس تلاش بکنیم که اینها در همو بخشها و همو بالاخره چیزهایی که نیاز برشان است اینا درس بخوانن، خیلی مفید است و این مشوره را برشان داد. یا به طور مثال تمیم داری متوجه شد که مسجد نبوی در تاریکی است، نه؟ حالا ببین این برق توماس ادیسون اختراعش کرده، این مخترعی عزیز است، درست است؟ بیشتر از تقریبا چقدر توماس چقدر شخصی مؤثر بوده. یعنی ما جای خواندم که تقریبا 6,000 اختراعات داشته، 2,500 اختراعاتی از این کاملا ثبت رسمی دولت شده و یک از بزرگترین اختراعاتش برق است. چقدر امروز اهم از مسلمان و کافر، ملت مسلمان و ملت کفری از این چقدر استفاده میکنیم. نه این فرد مؤثر بوده. ولی قبل از این تمیم داری با پیامبر صلی الله علیه و آله مشوره میده، یا رسول الله نشود که یک چراغ ما بسازم برای مسجد، در مسجد بگذاریم تا به که ما در روشنی بتونیم عبادت بکنیم، نماز بخونیم. یعنی این هم نمونه از مؤثریت است که در تاریخ ما چیز است، ثبت است. ما اگر بریم تاریخی یعنی مبارزات مسلمان ها را مورد توجه قرار بدیم، مگر در باب علم و تعلیم و تربیت از ابن سینا یاد کردم. ابن سینا مثلا اینجا اومد خیلی یادداشت کرده. مثلا جابر ابن حیان کسی که در کشف بنزین خیلی رول مهم داشت و همچنان محمد ابن زکریا کسی که در کشف نفت سفید خیلی رول مهم داشت. ابن حیثم مسلمان که کاشف بنز یا چشم بود. مثلا خیلی دانشمندای زیاد، مثلا محمد ابن زکریا در کشف صابون، یا به طور مثال دین محمد هندی مخترع شامپو. خیلی افراد میتونیم نام ببریم. اگر به طور مثال در باب تعلیم و تربیت اگر ما بیم، مسلمان های اندلس کتاب را خواندم خیلی جالب، کوتاه، به نام از اسپانیای از اندلس اسلامی تا اسپانیای مسیحی، و در ضمن از دیگه کتابا را مطالعه کردم. خیلی دردآورترین تاریخ اندلس است برای یک مسلمان. اگر بخوانی واقعا درک میکنی که مسلمانایی که قدم در اوجا گذاشتن برای برآوردن کشیدن مردم مشرک و بت پرست و کافر و آوردنشان به دین وحدانیت خداپرستی، اونا خیلی تلاش کردن.
به حدی که وقت زمانی که آخرین سنگر مسلمان ها از اونجا شکست میخوره به نام غرناطه، یک ولایتی اندلس است و مسلمان ها را از اونجا کاملا دولت اندلس میکشه، دولت مسیحی. پس میان دانشمندان غربی و حتی آمریکایی نظریه میتن در مورد از اینکه این مسلمانایی که از اندلس کشیده شدن، آیا اینها کشیدن از اینها جبران پذیر است؟ آیا کشیدن از اینها از اندلس نقصی به این سرزمین وارد کرده یا نکرده؟ همه به اتفاق نظر میگن که یک خساره بزرگی را اندلس متوجه خود شد، یعنی یک خیانت بزرگی را اون یعنی بت پرستا و بالاخره اون کافرا و اون مسیحیا و پادشاهانشان مرتکب شدن، به خاطر از اینکه اندلس مسلمان ها مملو از علم و فرهنگ و دانش کرده بودند. یک آبادی واقعا، ما یک روز یک تصویر دیدم ورود کشورهای ابرقدرت دنیای کفری به کشورهای اسلامی. در سوریه وارد شدن چه کردن، در عراق وارد شدن چه کردن، مثلا در افغانستان ما وارد شدن چه کردن، امروز در بیت المقدس چی میکنن، در اندلس وارد شدن چی کردن و در ضمنش در کنار از او مؤثریت مسلمانای ما را تصویر گذاشته بودن. وقتی که وارد اندلس میشن، اندلس هم مملو از باغ و سرسبزی و علم و فرهنگ و دانش و بالاخره قصر و بلدینگ. در همین اندلس بخونیم دقیق یک قصر یکی از پادشاهان مسلمان ما ساخته. در اون قصر روزانه 6000 نفر کار میکرده، 6000 نفر. یعنی معلوم میشه که مسلمان های ما واقعا در تاریخ خیلی مؤثر بودن و کار کردن و در این زمینه خدمات شایسته را برای ملت عرضه کردن. خیلی سپاسگزار هستم. تشکر یک جهان استاد از معلومات که ارائه کردین، معلومات مفید بود. واقعا ما هم لذت بردیم، امیدوار هستم که بیننده هم لذت برده باشن. و جناب استاد پیام شما را می داشته باشیم. پیام ما برای همه مسلمانان جهان اسلام و خاصتا برای مردم غیور افغانستان، علی الخصوص برای نسل جوانی که همسین سال ما هستند و یا خردتر هستند، برای نسل جوانی که واقعا از دیدی ما سرمایه این سرزمین هستند، سرمایه جهان اسلام هستند. امروز اشک مادرانی که در نقطه جهان ریخته میشه، اشک و اطفالی که امروز تیکه تیکه و پارچه میشن، واقعا چشمی همه از اینها دوخته شده به کیست به نسل جوان است. سرمایه بزرگی که اگر واقعا اینا تغییر بکنن، اگر اینا زندگی خود دگرگون بسازن و اینها دست به کارهای درست شایسته که به نفع سرزمین و کشور جهان اسلام و خاصتا دولت اسلامی افغانستان ما است بزنن، واقعا که یعنی خوب خواهد بود و یعنی حرکت اقدامشان خیلی مفید و مثمر خواهد بود. و ما از ایشان تقاضا میکنم که باید زندگی امروزی که داریم بعدی زندگی را ما تحول بسازیم. امین بود پیام. بخیر بایست باشین. خیلی سپاسگزار هستم جناب استاد خیرالله خیرخواه عالم دین که در رابطه با موثریت فرد از دیدگاه اسلام در جامعه صحبت‌های داشتیم. موفق باشین با امید همکاری بیشتر. سلامت باشین.